موضوع خیلی مهم مفهوم معادله های دیفرانسیلی بوده است. خود معادله که ما خیلی وقت است که سر و کار میکنیم. اهمی مکتب رفتیم که اهمی خورده که ما معادله حل کردن هست. همون یک چندین خیلی نمونه معادله های ما شما که دیده بودیم. وقتی که ما باید که معادله را حل کن، ما باید یگان تغییر یابنده یا نامعلومه یابیم. تا همین روزه مثلا نگاه کنید، معادله اهم ساده ترین با x برابر 4 x برابر چند؟ 2 مثلا. اگر بیانیم حل کنیم، حل ما یگان عدد بود. اکنون همه معادله های هستند که حل آنها عدد نیست بلکه یگان فونکسیه. حل آنها چی بوده است؟ یگان فونکسیه. فهمو؟ یکی از نمونه همین خیلی معادله ها امروز با شما که می‌گذاریم معادله دیفرانسیلی. پیش از همه از تعریفش شروع می‌کنیم. معادله دیفرانسیلی چیست؟ معادله دیفرانسیلی گفته معادله ها را می‌نامیم که در آنها حاصله و یا دیفرانسیلی فونکسی داده شده اشتراک می‌کنند. یا که معادله هایی که دیفرانسیل یا حاصله فونکسی داده شده را در بر میگیرند معادله های چیز دیفرانسیلی نامیده میشن. معلوم میشد است که از اینجا معادله دیفرانسیلی حتما باید یا حاصلش باشد علامت اشتریخ یا که دیفرانسیل دش باشد. فهمو؟ نگاه کنید، من یک چند نمونه معادله دیفرانسیلی تخته سی بنویسید. یکمش این معادله ما دیفرانسیلی می نمید. دیفرانسیلی برای چی؟ برای آنکه در اینجا چی اشتراک دارد؟ حاصله فونکسی. مقصدی انا همین معادله را حل کن و مقصد این چی است؟ یافتن انا این فونکسی. حل میکنیم این معادله ساده کردن x برابر 2 یافتیم که این انا این y فونکسی رو میابیم. فونکسی حرف y که اشاره میکنیم یا حرفی چیزی که از x فرق ندارد. فهمو؟ انا تو نگاه کنید بچه ها، معادله معادله دیفرانسیلی هست یا نه؟ معادله دیفرانسیلی هست. برای چی؟ برای حاصله داره. معادله سه معادله دیفرانسیلی هست یا نه؟ معادله دیفرانسیلی برای چی؟ دیفرانسیل دارد. دیفرانسیل دارد. اگر یادتون باشد صنفی دنده ما گفتیم که یعنی حاصله فونکسی و چیزی بود دیفرانسیلی. فونکسی تقسیم دیفرانسیلی چیزه آرگومنت. یک بار دیگر این فرموله به یاد بیاریم. خیلی ما این فرموله حالی وقتی حل کردن معادله های دیفرانسیلی در استفاده میکنیم. فهمیدیم نه؟ یک بار دیگر. انا تو بچه ها ضرور نیست که در معادله دیفرانسیلی خودی فونکسی یا خودی آرگومنت اشتراک داشته باشه. ضرور نه. مثلا نگاه کنید، فونکسی اینجا y آرگومنت اینجا x هم خیلی یگان تا x یا y هست این معادله نه، فقط دیفرانسیلی y هست و دیفرانسیلی سه x هست. خود x و y نیست، بنابراین ضرور نبوده است. اینا معادله چی است؟ دیفرانسیلی است. یا که y اشتراک برابر 0. اینا معادله دیفرانسیلی در اینجا فونکسی خودش اشتراک نمیکنه در معادله. معادله سوم نگاه کنید. معادله سوم ما خیلی اینجا فونکسی خودش اشتراک میکنه. یک نمود دیگری معادله های دیفرانسیلی، اینش هم نمود دیگری معادله های سه دیفرانسیلی. همین خیلی معادله ها امروز ما حل کردنش کوشش نمیکنیم، بلکه خیلی که وعده در شما به یاد دادم که حلش داده میشه، یعنی میسنجیم که همین معادله حل معادله دیفرانسیلی هست یا نه. وایسا یک نمونه حل کردیم. یادتون هستن؟ انا کو بچه‌ها نمونه های در تخته صنفی و اهمیت دیدید. گفت است که نمونه یکم معادله دیفرانسیلی داده شده است. x y اشتراک برابر y ترک چند؟ یک. اگه گوید که منبع آیا هر دو انا همین واریانت های داده شده حل های انا معادله شده میتواند یا نه؟ برای حل کردن چون کنیم اهم آسان در اینجا y اشتراک میابیم خلاص. یعنی که بتون حلش اما نگاه کنید y اشتراک برابری
من این y ما چند برابر بود 3x جمع 1 چیزه چطوریم حاصل گیریم 3x جمع 1 چند برابر میشه 3 برابر اکنون جای y اشتراک چند میگذاریم 3 اینا ببینید x ضرب 3 برابری جای خود y به چند میمونه 3 جمع 1 با ترک 1 جمع 1 ترک 1 حلش اصلاح میشه 3x برابر 3x چی بود است؟ جواب درست بود است انا y برابر 3x جمع 1 حل همین معادله شده میتوانست است انا کو بیش میسنجیم بیش نگاه کنید بچه‌ها باز حاصله چی رو می‌یابیم فونکسی رو می‌یابیم cx پیروز 1 حاصلش c در اینجا یگان دائمی ها کانستانت حاصلش چند برابر 3 برابر آفرین اکنون همین y شرخ اول جاش رو می‌گذاریم چی میشه x ضرب c برابر جای y به چه مانی بلده cx جمع 1 با ترک 1 آفرین اصلاح میشه و cx برابر cx این هم حالی چه بوده است معادله دیفرانسیلی بوده است و به جای c همه گونه عددها رو گذاشتم میگوید که این معادله دیفرانسیلی خیلی حل داشته است بچه ها انا این y برابر cx جمع 1 و مانند همین خیلی ها رو حلی عمومی این معادله دیفرانسیلی مینامیم حل چه مینامیم общее решение дифференциального уравнения انا این معادله cx جمع 1 رو چی میگوییم حلی خصوصی معادله دیفرانسیلی частное решение дифференциального уравнения بچه ها از اینجا خلاصه مراد است که جواب معادله دیفرانسیلی یا ریشه معادله دیفرانسیلی فونکسیا و یا خانواده فونکسیا است فهمیدی؟ از خانواده فونکسیا اولادان این cx پیروز 1 جای c رو چند کی مانیم همش قناعت کننده میگیرن درست است؟ یعنی که نگیز همش این فونکسیون به هم مانند فونکسیون یک خیلی خط راستی چه با تیر ابسیسه او ایکس یک خیلی کوفیشنت کنجی رو تشکیل میده همش اما پس ما میگیم که حل این عمومی این معادله cx پیروز 1 اگر یگان حالت داده شود حالتی مخصوص بعد و در آن وقت ما حل خصوصی رو میاریم اگر یگان خیلی قید نشده باشد ما حل عمومی رو چاپ کردیم و در کار یافتن ما لازم است و خلاص فهمیدیم یک بار دیگر میگیم که حل معادله دیفرانسیلی یا فونکسیا یا خانواده چه بوده است فونکسیا بوده است سمیسا فونکسی سمیسا فونکسی هم جوابی معادله دیفرانسیلی شده میتواند فامیلی فانکشن فهمیدیم اکنون نمونه دوم به موزنی بچه‌ها گفت که من این معادله دیفرانسیلی داده شدگی دو y اشتراک برابر 1 معادله دیفرانسیلی می نمی اولش دیفرانسیلی برای اینکه چی اشتراک دارد در اینجا حاصله اکنون گفت که نشان ته که y برابر ریشه x حل همین معادله چی است دیفرانسیلی است درست انا کو نگاه کنید برای این کار کردن با یک بار دیگه از y چیزی میگیریم حاصله چند برابر خیلی آسانه کنه آفرین یک تقسیم اکنون همین چیزا جاش رو گذاریم جای y به چند مانیم بچه ها 2 ضرب ریشه جای y بر ریشه x آفرین جای برابری چند؟ نگاه کنیم اگر اختصار میشه انا ما نشان دادیم که حل این معادله دیفرانسیلی چند چیزی چی بوده است؟ y برابری ریشه x یعنی خلاصه درس از این درس ما چی را آموختیم؟ یکم معادله دیفرانسیلی چیست؟ چگونه نمودها دارد؟ دوم چیز حل‌های معادله دیفرانسیلی چی هستند؟ چه خیلی میشوند؟ سوم چیز اگر ما به داده شده باشد حلی و معادله دیفرانسیلی در نمودی وریانت ها ما باید که هر یک الیمنت های معادله یابیم
و جای ایگریک و جای حاصله ایگریک رو گذاشته سنجیده ببینید. فهمید؟ اگر برابری درست شود این حل معادله بوده است، وگرنه نه و الا نه. فهمیدید؟ انا همینقدر چیز دونیم ساعت دوم هم در به واسطه حل کردن معادله های دیفرانسیلی و چون کنیم شروع میکنیم. تمام.